سلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب میگرداندید. یک برادر اهل اسلام که 5 وقت نماز را در مسجد میخواند میگوید که با زن نکاحی خود همخوابه کردن از عقیب در جایی که فرزند تولد میشود ممکن است. بله، جایز است. اگر برادرها یک مسئله هست شما فراموش نکنین، خدای شما در سوره نساء چی میگه؟ نساؤکم حرث لکم، زنهای شما کیشزار شما هستند. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ بیایید بر همین کیشزاری خود از هر جانبی که میخواهید، جانبی که در او جانب چه باشد فایده باشد حاصل باشد. اگر در زن حلالی خودم از قفا هم که اگر هم خوابه کنی در جایی که فرزند تولد میشود جایز است. این صاحب تفسیر ابن کثیر هم میگه، این تمام فتواهای ما و شما میگه. لکن از قفا در جایی که فرزند نه، در جایی که مثال نجاست خارج میشود، اگر انسان اونجا اگر کاردار میشود اینجا لعنت خدا بر او انسان است. این انسان لواطه است، این لواطه میشود، این بچه بازی میشود، در اینجا لعنت خدا در حق او است. حتی امام اعظم گفتن کسی که اگر در قفا میرسد حکمش در مذهب ما و شما چی است؟ از یک بلندی که دیگر پایان او را دیده نمیشود از همونجا حوالش کنید، یا این که او را زنده به زنده آتش بزنید. حتی صاحب مذهب ما و شما امام اعظم چی میگه؟ اگر شخصی که میبینیم به حیوان میرسد همون انسان هم این جزا را بده. از این خاطر با زن حلالی خود در جایی که فرزند تولد میشود باکی ندارد. داملای عزیز درباره حضرت زکریا نقل میکرده، با احترام مخلصان شما ان شاء الله خیلی ساعتاش بیاید، خدا خواسته باشد اینا را به سمع شما میرسانیم. السلام علیکم داملای عزیز اکای حاجی میرزا مراد. من 2 دخترچه دارم، آرزوی پسر را دارم. میخواهم به من یک دعا در روز مبارک دهید که من صاحب پسر و مثل خودتان علمدان شود. برادر عزتمند دعا میکنیم که پروردگار اگرچه دخترم نعمت خداست، بچه‌ام نعمت خداست، مادامی که این بندت آرزو کرده از خدای ناامیدش نگردانی. فرزندیم السلام علیکم واعظ شیرین سخن اکای حاجی میرزا جان. الهی زبان شما از این دیده براتر گردد و هرگز تنتان درد نبیند. از شما خواهش میکنم که به یک چند سوالهای من جواب درست گردانید اگر فرصت باشد، وگرنه باکی نیست. تراشیدن ریش و موی لب را دین اسلام چه حکم میکند؟ اگر ریش انسان میتراشد یا موی لب میتراشد، اسلام نسبت انسانهایی که ریش تراش هستند یا اینکه موی لب میتراشند چی میگوید؟ در نزد من کتابهای شیخ‌های عرب و مولوی‌های زاهدان هست. یکی از آنها اسئله المهمه و دیگرش حکم ریش در اسلام به نام کتابی هست. من در این کتاب‌ها نظر کردم، یک چند چیزها از اینها گرفتم به شما میرسانم. رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف اللحیه خالف المشرکین والمجوس. در همین حدیث شیخ‌های عرب میگویند که 2 صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف اللحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان کلته کنین امر هست از پیغمبر. وعف اللحیه و ریشهای خودتان بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستید. این شیخ‌های عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر کردن، یعنی شما ریش هاتان نتراشین، زیرا که وقتی ریش تراشیدین شما کردار شما عمل شما تشبیه به مجوس و به مشرکین می شود. از این خاطر پیغمبر چی میگه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که اگر خودش را، صورت خودش را، لباس خودش را اگر با کدام قومی که تشبیه میدهد از روی محبت، این هم از همون قوم به حساب می رود. خب
و همین شیخ‌های عرب میگویند که و ایضا تغییر لخلق الله، حتی همین ریش تراشیدن هم مثل چگونه که زن ابروش میچیند که تغییرات در حسن خدا میدارد، ریش تراشی هم حکم امیر دارد. شما در حسن خدا دادگی چی میدارین؟ تغییرات میدارین. این از همین کتاب‌هایی که نام بردم، از همینها البته گرفته شده است. از این خاطر و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اگر پیغمبری خدا را اطاعت میکند همچنان است که خدا را اطاعت کرده است. این خدا چی میگه؟ و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همین پیغمبر شما، یعنی همین محمد صلی الله علیه و سلم، چیزی که برای شما آورد شما او را بگیرید و از چیزی که همین محمد شما را منع کرد شما از او باز ایستید. امروز رسول اکرم امر میکند که ریش بگذارید، برودها را کلتک کنید. کسی میگذارد سنت پیغمبر خدا را به جا میارد، کسی نمیگذارد این وعید و این حدیثایی که خواندیم در اون چی است؟ مبتلا هست. و ریش، این ریش ما الحال ریش نیست، ریش از یک مشت کم نباشد، یعنی ریش سنتی به منزله یک مشت باشد، انا اون حکم ریش به جا می آید. این ریشهایی که مثال کلته ما و شما میمانیم از بیریش ده بهتر است، از بیریش ده بهتر است، لیکن حکم ریش ندارد. انشاءالله میمانیم. از بعضی همین امتهای پیغمبر خدا میترسیم. با بعضی ملاهای هستن که قصیده میخوایند، آیا این درست است از نگاه شما؟ البته قصیده خواندن هیچ باکی نداره، دعا خواندن در اسلام هست، وجود دارد. این به حدیث های پیغمبر خدا هست. رسول الله آیت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میخواندند و بالای مردم شوف میکردند. از این خاطر خواندن دعاها بالای کدام بیماری نباشد هیچ باکی ندارد، گناهگار نمیشد انسان. بیماری که اگر در تن خود کتاب قرآن یا اینکه تومار را درگذارد سود میبخشد یا نه؟ با احترام یک نفر مخلصی اشدی شما، اگر شخصی که در بدن خود تومار میگیرد، امروز عقیده اهل سنت همین است که توماری که اگر در او آیت قرآن باشد جایز است، لیکن اگر توماری باشد که در او مثال هست نقشه هست، نقشه از عددا می نویسند، این قطعیاً جایز نیست بلکه شرک است. همون کسی که تومار می نویسد آیت قرآن بنویسد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین آیت اگر در همون نسخه های تومار می نویسند و کسی را که برای شفا می دهند این جایز است، لیکن همون انسان عقیده نکند که من از همین تومار فایده دیدم. امروز اکثر شیخ‌ها زیر تومار هستند، زیرا مردم ما و شما عقیده میکنن که همین تومار از روزی که گرفتم همین کسل از وجود من دور شد. ببین این خود عقیده غلط است. مثل که بعضی گمراها پیش مزار میروند و بعد یکی خدای مثال در تقدیر او کشیده است و فرزندش میتاد میگد که همین مزار در رفتم صاحب فرزند شدم، این هم مثل همون دارد. شما در نزد خدا در این صورت گناهگار میشین اگر بتوانین ترکش کنین، لیکن اگر بسیار دلتون قبول نکرد پیش یک داملا برین یک آیت قرآن بنویسن بر شما بتن، اینش باکی نداره. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوال من جواب دهید، تی پا را صابون کردن درست است یا نه؟ یعنی یک عقیده بوده است که اگر آدمی که همین زیر پاش اگر صابون میکرده است گویا که جنت برای او داخل شدن منع بوده است. حالا که شما برادرای عزیز امروز همین دستور اسلامی که الدین و نظافه، دین اسلام دین پاکیزه است، دین اسلام ما و شما فقط پاکیزگی را طلب میکند. پیغمبر خدا از دنیا چی را دوست داشتند؟ از سه چیزی که دوست داشتند، یک تاش بوی خوب بود، پاکیزگی، بوی خوب، تازه گشتن، حلال گشتن، این دستور اسلام است که امروز تمام مردم غرب اینا قبول کردن گرفتن. ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما با همون لباسهای چرکین و با همون بدنهای بدبوی خودمان حرکت کرده میگردیم. باز فتوا را آوردیم در روز جمعه یا در روز چهارشنبه خفاوا و صابوناوا نکنید، هر روز بشویید، هر روز بدنهاتون را شسته کنید.
در وجود شما از بوی چیزی باقی نماند. زیرا رسول اکرم گفته است هر وقتایی که از بوی بدن شما کدام برادر شما اگر آزار یافت، هر آینه ملائکه ها هم از بوی بد آزار مییابند. ملائکه ها در وجود شما قرار نمیگیرند. تای پات میشوی، بین پات میشوی، کجای را میشوی؟ صابون البته جایز است، هیچ باکی ندارد و روز هم ندارد. حتی روز جمعه حدیث ابوبکر صدیق، کسی که روز جمعه با بدن شسته می آید گناههای او را خدا مغفرت میکند. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوال من جواب میگفتید. میگویند که کلاسک را بکشی، آبازی نکنی، حرامی. آیا درست است یا نه؟ با کشتن کلاسک انسان غسل جنابت واجب نمی شود. هست در اصل همین عقیده ها در مردم ما پیدا هست. غسل جنابت در صورت در گردن ما و شما واجب می شود که اگر آب از وجود ما و شما با دفع شهوت خارج شود، یعنی از روی شهوت خارج شود. حتی همین آبی که از وجود ما و شما، یعنی آب منی میگیم، همون اگر جدا شود از حساب باربرداری باشد یا از یک بلندی به زمین بپری، مثال در زمین بزنی که آبت از وجود جدا شد، در این حالت با غسل واجب نمی شود. غسل جنابت در حالت واجب می شود که همین از روی شهوت باشد، از روی هوس باشد، از روی رسیدن بازن باشد. انا این صورت غسل جنابت در گردن ما و شما واجب می شود. با کشتن کیلاسک و با کشتن دیگر جانورها در گردن ما و شما غسل جنابت واجب نمی شود.